من مجبور نیستم که به شما چیزی رو اثبات کنم. میدونستم که امضا نمیگذاری. من کمال نیستم. با چشم من خواب پوشیده نمیتوانی. مایلش به این کاغذ پاره امضا میگذارم، اما نه برای اثبات کردن چیزی، بلکه برای اون که از من دور شوید. با دیگرش نیز امضا گذار. در دست تو است. شاید لازم شود. من شما رو برای یک چیز اصلا نمیبخشم خانم مجیده. میدونید من مادرم را راضی نکرده از دست دادم. در وقتی حاملگیم مرا از خانه راند و دیگر اصلا بر رویم نگاه نکرد. من بارها به آستانش برای بخشش پرسیدن رفتم، اما او درش را بر رویم هیچگاه نگشود. من باری آخر مادرم را در قبر در سر مزارش به آغوش گرفتم. برای همین من شما رو هیچگاه نمیبخشم. خلاص یک مدت در اینجا استقامت میکنیم. در این مدت برای پیدا کردن خانه اصلی همون کوشش میکنیم. البته اصلا برای چی به اینجا آمدیم؟ آخر اینجا هم از آن پدرم است. اینجا از آن من است. هنگامی جدا شدن من این خانه رو گرفتم. وقتی بسیار گذشته است اینجایی رو یاد کردم. تمام. انا همین طور مکانی رو پیدا نمودم که خوراک‌های با لذت میپزند. کرم شوربا، پیاز بریون. شوخی کردم. پیتزای سبزواتی سفارش دادم. و کسی که اول شده با اشیانای بالا برد حجره خستش رو میگیرد تا 3 میشمارم. و من یگان چیز گفتن میخواهی پسرم؟ خستم. حق هستی. بیا رفتیم. تویست من میبینم. چه حال دارید؟ تمام دنیا رو خرید کرده آورده اید. نه خریدی بسیار نیست. خوش آمدی کمال. خوشبخت باشید. امیدوارم که گرسنه اید. مادرم تیاری خوب دیدن. با خدا که مثل گرگ گرسنه‌ام. چه حال داری؟ خوبم. اگر خواهی این را از نظر گذارم. این چیست؟ برای کبوترهای تو، یعنی در باغچه جای کنیم گفتنی بودم. یک چند لایحه کشیدم، اما کدامش معقول باشد همانش را با استاد سپارش میدهیم. در حقیقت؟ در حقیقت. مرحمت به سر دسترخوان. خوراک تیار است. پسرم این چیست؟ لانه نوی کبوترهای من. گرسنه شدم. شوربا رو میارم. بسیار خوب. ما هیچگاه آدم نبودیم. ما هیچگاه آدم برای زندگی نکردیم.
هر شام یک جای خوراک میخوردیم ولی هر دفعه میگفتیم که پدرمون نیست. پیتزا با شما مقبول شد؟ بله. بولازد. پگو یگان خدمتگار میگیرم تا که خانه را نگاه بین کند و با ما خوراک‌های بامزه پزد. بیبی هم تنها موندن. شاید زیغ شده باشن. به فکرم حالا. تنها نشستم برای شما مشکل نیست خانم مجیده؟ خیر گرسنه ماندیم نمیخوریم. اشتهایتان نان رو درست میکنی؟ دستانت درد نکند. اشتهایتان دستانتان درد نکند مادر جان. قادر نان رو دراز میکنی؟ تشکر. با من هم درست کن. اسباب رو تو خریدی یا مادرت؟ در اینجا چی گفت؟ چیست در اینجا؟ بوی خوش برآمد. حالا مزه‌اش را چشک بد میبینید. خیر با مادرت لباس یافته توانستی؟ چی شد دخترم؟ رنگ رویت پرید؟ با شما یک چیز میگویم ولی با مادرم نگوید. میلش؟ میلش نمیگویم. نقل کن. امروز از مغازه فرستاده‌تان ما رو راندن. راندن؟ میشنون. کنی گپ زن چی شد؟ خلاص راندن. گفتن که با دیگر مغازه روید. از اینجا روید گفتن. از این مادرم البته رنجید. دیگر مغازه ها رو از نظر گذرانیده نتوانستیم. ولی نیلگون آید این چیزی نگفت. حیران شدید ها؟ حیران نشدم. این گپ بین هر دوی ما بماند. اگر مادرم بفهمد مرا میکشد. میلش نمیگویم. رفتیم. با فکرم تیار شد. تمام رفتیم. حاضر میبرم. خب من حاضر میآیم. این پاپکورن ها رو خورده فربه میشویم. یگان فیلم دیگر نبود خودی؟ همین هم فیلمی خوب است کو؟ کاش که یگان فیلم عشقی مسکوی میشد. یا اینکه فیلم حجبی. فهمیدم. پیامتان قبول شد. اگر خواهید کمی خرسندتر شویم ها؟ خنده به همه فایده دارد.